سال روز تولد عجیب و باور نکردنی سارا سرور در کشور کانادا و تحفه باور نکردنی همسرش برای سارا سرور. دلیل دوری سارا سرور از هنر موسیقی چی بوده است؟ سارا سرور چند ساله شده است و رابطه عجیب سارا سرور با مادرش که اصلا باورتان نمی شود. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. سارا سرور هنرمند جوان، هنرمند خوشنام و خوش صدای افغانستان است که این روزها با سرودن آهنگ‌های دوگانه با دوران اعتمادی در میان جوانان هنرمند در افغانستان شهرت و محبوبیت خاص خودش را دارد. سارا سرور در یک خانواده هنری دیده به جهان گشوده، پدر و مادرش از جمله موفق‌ترین و مشهورترین هنرمندان افغان می باشد. سارا سرور هنر موسیقی را از مادرش بانو هنگامه آموخته است. سارا بزرگ شده کشور کانادا می باشد. وی در کانادا در رشته مقدس استادی تحصیلات دوره دانشگاهش را به پایان رسانید. اکنون سارا سرور در یکی از کودکستانها در کشور کانادا اجرای وظیفه می کند. وی تاکنون چندین آهنگ دوگانه با مادرش نیز سروده است. سارا سرور 3 سال قبل با یک پسر ترک در کشور کانادا نامزد شد. چند روز قبل روز تولد سارا سرور در کشور کانادا بوده است. وی 28 سال سن دارد و جشن سال روز تولدش بسیار با شکوه از طرف نامزدش تجلیل شده است و در این جشن تولد همسرش انگشتر الماس به قیمت $100,000 کانادایی برای سارا سرور هدیه داده است. من هم آرزوی خوشبختی سعادت برای این بانوی هنرمند از بارگاه عزت الله تمنا دارم. سال روز تولدش را از صمیم قلب تبریک گفته. عزیزان و دوستان خوبم، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای شما نازنینان از بارگاه عزت الله تمنا دارم. تا درودی دیگر همه شما خوبان را به علای منان سپرده، شاد و موفق و کامگار باشید.